هموطنان عزیز، این ویدیو обращение من برای همه شما عزیزان دل. وقتهای آخر در صفحه های شبکه های اجتماعی هر گونه گپ و ویدیو و عکس های اغواانگیز نسبت من پهن میگردد که واقع ندارد. ولی من اقرار میشوم که چند سال پیش جوان بودم و هر گونه ویدیو و عکس ها و سخنهای قبیح میگفتم و با مرور ایام خطای خودم را فهمیدم و پشیمانم هستم. بله، پشیمانم هستم به خاطری که من یک زن هستم، دختر تاجیک هستم و دختر تاجیک این گونه رفتار و این گونه سخنها از آداب دختر تاجیک دور بوده است. یعنی دوستان عزیز، من تمام ویدیو و عکس ها و سخن هایی که قبیه که میگفتم از صفحه خودم کور کردم و چند سال پیش من خیلی دختری لاغر بودم و خودتان هر یک انسان با مرور زمان و سال به سال دیگر می شود. این رو خودتان می بینید و معلومات از یوتیوب، فیسبوک از این صفحه ها ندارم. هر صفحه در فیسبوک و یوتیوب هست آنها قلبکی هستند. من تنها یک صفحه دارم در شبکه های اجتماعی، این اینستاگرام است. من هر یک عکس میگیرم، ویدیو میکنم، در صفحه خودم در اینستاگرام خودم میگذارم و از هموطنان عزیز، از همه شما عذر میپرسم با آن خاطری که یگان سخن قبیح گفته باشم یا اینکه یگان ویدیوی من به عزت نفس شما رسیده باشد. از همه شما عذر میپرسم و کوشش میکنم که در آینده در توی و معرکه ها با لباس ملی خود که زیب هر یک بانوی زیبای تاجیک است و برنمایم و احترام آن را داشته باشم. من از کارمندان حفظ حقوق اظهار و سپاس و مینه‌داری خود را بیان میکنم که راه کج و بی‌آدابی ما جوانان را سری وقت میگیرند. و دوستان عزیز، در آخر گفتنیم که به همه صنعتکاران، به همه بلاگران، به همه گلدخترانی که در شبکه‌های اجتماعی کار و فعالیت میکنند و آنها گفتنیم که باید ما یک طوری باشیم که در آینده جوانان از ما عبرت گیرند. در توبه خداوند همه وقت برای بنده اش باز است و من از فرصت مناسب استفاده برده میخواهم یک زنی با آداب، با معرفت، خوشگفتار، خوشرفتار باشم و یک زنی باشم که نامبردار ملت خود، نامبردار عائله خود باشم. باقی در امان خداوند باشد. خداوند نگهبان باشد. خداوند همه وقت تاجیکستان ما همین خیلی تنج و آسوده باشد.